بله سوژه رویت شد. بله قربان، منم دیدمش. قربان همه در موقعیت مستقرن. چی دستور می‌فرمی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاهین 12 با استعانت از حضرت حق عملیات مانگرو رو شروع میکنیم. اطاعت. بگید هلیکوپتر آماده کن. بنداز.
نفر خیلی مدیون بودم. همه اعتقاداتم. گروه تحقیق گزارششون رو اعلام کرد. هلیکوپترشون سقوط نکرده. قاچاقچی‌ها زدنش. سلام ای دکتر. سلام عزیزم. میتونم باش حرف بزنم؟ نه 2-3 روزی بعد بهش فرصت بدید. 2-3 روز؟ دکتر جون یه نفرشون فرار کرده. من الان دنبال سرنخ میگردم. من یه دقیقه بتونیم باش حرف بزنیم؟ یکی دیگه شون که تو بازداشتتون هست. اون حرف نمیزنه. از کجا معلومه این حرف بزنه؟ حالا میشه اگه شما فرصت بدین ما یه دقیقه باش حرف بزنیم؟ من الان امکانش نیست. تشریف بیارید، من میخوام مریضمو ببینم. حداقل بگو کجایی؟ فرمانده جدید میخواد باید حرف بزنه. فرمانده جدید؟ بله. کی هست؟ پروبخش. پس تو هم توی ستاد مبارزه با مواد مخدری؟ 2 سال قربان. با همون بیخیالی ها و بی برنامگی ها؟ قربان من پرونده عملیات مطالعه کردم. نمیتونم بگم اونچه که به دست آوردیم با اونچه که از دست دادیم با هم همسنگن. پیشبین، عمویی، یه افسر، 6 تا درجه دار، یه خلبان، یه مهندس پرواز، یه هلیکوپتر. قربان این شبکه 3 ساله تحت نظره. میگم پرونده عملیات رو مطالعه کردم. یه تجارت 2 میلیارد دلاری در سال تو 7 کشور جهان بیشتر شبیه جنگه. ما هم مردای بزرگی رو از دست دادیم. بله قربان. منم به اندازه شما متاسفم. اما این عملیات رو همون آدمای بزرگ طراحی کردن. اونا که توی میدون بودن؟ شناسایی و کنترل عملیات به عهده شما بود؟ نبود؟ بله قربان. چطور با 5 تا آدم به یه ویلای مجهز به حفاظت الکترونیکی و آدم مسلح حمله میکنین؟ چاره دیگه ای نبود قربان. ما از محل قرار مطلع نبودیم، فقط میدونستیم توی قشمه. خب همون شب حمله نمی کردین؟ قربان شنود کرده بودیم تا صبح ویلا رو ترک میکردن. گزارش کامل تو بنویس سرگرد. فردا هم 3 نفری رو که دستگیر کردی منتقلشون کن تهران. همین. جسارتا قربان، امکانش نیست. دیگه باید منو خوب شناخته باشی. جایی که من هستم غیر ممکن وجود نداره سرگرد. قربان یکیشون تیر خورده، بستری، زخمیه، جراحی شده. آمبولانس و پرستار و دکتر به درد همین مواقع میخوره. بله قربان، اگر دکتر معالجش ترخیصش کرد چشم. فروزش درست گوش کن ببین چی میگم. اگه فردا تهران نباشی کاری رو که دفعه قبل انجام ندادم انجام میدم. بهت قول میدم میسپرمت دست سازمان قضایی و نیروهای مسلح. فردا تهران باش. همین. علی تو هنوزم فکر میکنی بابا نجاتت داده؟ ولی من بازم دارم بهت میگم
این بابا میخواسته تیر رو به تو بزنه، تیرش خطا رفته خورده به اقبالی. به همین سادگی. میتونی صحبت کنی؟ چی؟ حالا بگو. ابراهیم کجاست؟ جناب سرگرد من خدمتتون تلفنی عرض نکردم. آقای دکتر دستور دارم، نمیتونم تمرد کنم. پس بفرمایید فرماندهتون با من صحبت کنم. آقای دکتر جناب سرگرد خودشون مفصلا بحث کردن دیگه، نتیجه نداده. ما چیکار باید بکنیم؟ این آدم هنوز وضع ثابتی نداره، فشارش پایینه، کیسه خون بهش تزریق میشه، بدنش در معرض عفونته. همه اینایی رو که میگید میفهمیم، اما شدنی نیست. پس لطف بفرمایید یه تعهدنامه امضا کنید، مریض رو با مسئولیت خودتون ببرید بیرون. خیلی محکم کاری کردی جناب سرگرد. بهم گفتن میخوای منو ببینی. شما افتخار نمیدی؟ شنیدم میخواید منو منتقل کنی تهران؟ گفتم نطقت وا شده، میخوای همکاری کنی. میخوام. من یه پیشنهادی برات دارم که نتونی ردش بکنی. 500 میلیون نقد. حالا اسکناس یا هر جوری که خودت بخوای. تو با من همکاری میکنی، من وسط راه گم میشم، تو هم پول دار. اگه دست و پا من باز بود همینطوری با هم رفتار میکردی؟ ولی عیبی نداره، از این کل شقیات خوشم میاد. تو منو یاد جوونی ها میندازی. پس پرونده تو از این سنگین در نکن. از این سنگین تر نمیشه. میدونم که اگه پام به دادگاه برسه اعدامیم حتمی. ببینم جناب سرگرد قیمت چنده؟ قیمتم خیلی بالاست. قیمت خون همه جوانایی که گوشه خیابون میمیرن. قیمت خون کسایی که خانواده هاشون رو داغدار کردی. قیمت همه زندگی هایی که اصلا باشون دید. بل کن جناب سرگرد، این حرفا مال تو روزنامه ها و تیارت و تلویزیونه. میخوام خودم رو بازنشست کنم. دیگه خسته شدم از این حبس.
انتظار، اعدام. میخوام برم یه گوشه‌ای تک و تنها زندگی کنم، راحت. میری. بهت قول میدم میری یه گوشه آروم و دنج. آقا آقا بیا. من تا حالا تو عمرم از کسی چیزی نخواستم. میخوام ازت یه خواهش بکنم. لابد مثل اقبالی پیشنهاد همکاری داری. من از اونا نیستم. قضیه یه چیز دیگه است. یادت باشه من جونتو نجات دادم. میخوام اینا رو به دست زن و بچه‌م برسونی. ولی بهشون نگو من گوله خوردم. خب نرسیده به تهران ارتباطاتت به کار افتاد. قربان من روحم از نامه قاضی بی خبره. روح رفقا چطور؟ ببینین جناب سرهنگ، من میدونم شما از من دل خوشی ندارین. نه شما عوض شدین نه من. اجازه بدید همین امروز تقاضای انتقالم رو رد میکنم. حالا که قاضی نامه فوری داده و افسر تحقیق پرونده رو ابقا کرده، شما میتونین از قاضی بخواین من عوض کنه. ببین سرگرد، امسال سال آخر خدمت منه. دوست ندارم با اعصاب خراب بازنشسته بشم. پس چاره ای ندارین جز این که منو تحمل کنین. اگه فرامین رو درست اطاعت بکنی با هم مشکلی نداریم. بله قربان. هر روز ازت گزارش کتبی میخوام. ملاقات حضوری هم نداشته باشیم بهتره. اطاعت میشه قربان.
بفرمایید. ببخشید خانم، من سرگرد علی فروزش هستم از نیروی انتظامی. یه دقیقه لطف میکنین بینم در. بله، برای چی؟ نگران نباشید، چیزی نیست. براتون امانتی آوردم. امانتی؟ بله، الان میام خدمتتون. کی بود مامان؟ نمیدونم، میگه من سرگرد فروزشم، یه امانتی آوردم. مادر جون برو چادرم بیار. باشه. برو. سلام خانم. سلام علیکم. من سرگرد فروزش هستم از نیروی انتظامی. بله. یه امانتی براتون آوردم از طرف شوهرتون. مامان خدا یه لحظه خواهش میکنم بذارید من ببینمش. خدا خواهش میکنم. چرا دست از سر ما ور نمیداریم؟ چی میخواین از جون ما؟ من نمیخواستم. چیو وایسادی نگاه میکنی؟ برای چی موندی؟ گفتم اگه موقع کاری بود کردیم دیگه، نیازی نیست. میخوایم با تلفن به کسی خبر؟ لازم نیست زحمت بکشین. بفرمایین. تشریف بیارید. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ بازم شما؟ بیاین میرسونمتون. به خاطر مادرتون. بفرمایید. حال مادر چطوره؟ احیاش کردم. خدا رو شکر. خونه میرین؟ گفتم پرونده پزشکیشو ببرم. آخه ناراحتی قلبی داره مادرم. متاسفم، من نمیدونستم. جناب سرگرد، شما خودتون خوب میدونید ما هیچ رابطه‌ای با پدرمون نداریم. ببخشید، من منظورتون رو نمیفهمم. منظورم اینه که آخرین بار همکارای شما برای ما پول آورده بودن. مادرم پول پرت کرد تو صورتشون. گفت اگه شوهر من خیانتکاره پس این پول چیه؟ اگه خیانتکار نیست پس خودش کجاست؟ چرا نمیاد؟ هیچ کدومشون هیچ جوابی ندادن. اتفاقی افتاده؟
ببخشید من کلیدا رو جا گذاشتم. اجازه بدین. بفرمایید. در بالا. خیلی ممنون. بفرمایید تو بشینید. همینجا خوبه خیلی. ممکنه طول بکشه. آخه نمیدونم مامانم پرونده هاشو کجا گذاشته. اشکالی نداره، راحت باشید. من همینجا هستم. میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ چه سوالی؟ این گردن آویز قضیهش چیه؟ من یکاده. مادرم درست کرده برای بابا. آخه یه دفعه تو مأموریت سیستان بلوچستان بابام بدجوری زخمی شده بود. بعد مامانم گردن آویزو انداخت کردنش. مأموریت سیستان؟ آره. درگیری با قاچاقچیایی که مواد ترانزیت میکردن. پیداش کردم. ببخشید من خود گیج شدم. مگه پدر شما چی کاره است؟ از من میپرسی؟ خب معلومه پدر من پلیسه. نه من نه مادرم هیچ کدوم باور نکردیم که پدرم با قاچاقچیا رفته و خیانت کرده. هیچ وقتم باور نکردیم. یعنی آقای خسرو مختاری قبلا پلیس بوده؟ خسرو مختاری؟ مثلا نمیدونم شما چی میگی؟ پدرتون؟ اسم پدر من نبویه، صدرالدین نبوی. شما مگه گردن آویزه از پدرم نگرفتین؟ والا اگه اون آقایی که عکسش اونجاست پدر شما باشه، آره من از ایشون گرفتم. خودش به من داد. شما حتی اسم پدر منو نمیدونید. پدرم کجاست آقای فروزش؟ زندون. مادر جان سلام. انشالله که سلامت و سرحالی. میدونم سرت شلوغ و خیلی گرفتاری، اما وقت کردی یه زنگ به من بزن. بابا هم سلام میرسونه. راستی اون قرصایی که بهت سفارش کرده بودم هنوز به دستم نرسیده ها. مادر جان یه سری به پست بزن ببین چرا نرسیده به دستم. شایدم خونه نبودیم و پستچی اومده و رفته. به هر حال منتظر تلفنت هستم. مواظب خودت باش علی جان. قربونت برم. به به چه جناب سرگانی. شما کجایی؟ من 3 ساعته دارم بهت زنگ میزنم. طبق معمولم که چایی نداری. 3 ساعت هست اومدی تهران؟ آقا این یارو زندان رو گذاشته رو سرش. به تو هم که هرچی زنگ میزنم موبایل تو جواب نمیدی. گوشیمو تو ماشین جا گذاشته بودم. عاشق شدی؟ یکم. باید بریم زندان. برای اینکه عاشق شدم؟ خیر. قاضی دستور تحقیق صادر کرده. آقای نبوی. آقای نبوی.
منو از بندر عباس کشوندین اینجا که بندازینم تو زندون. بهت گفته بودم میخوام عمویی رو ببینم، پیشبین رو ببینم. متاسفانه امکانش نیست. امکانش نیست؟ یعنی چی امکانش نیست؟ بهش بگید سرگرد صدرالدین نبوی میگه بس هم نیست. 3 سال میونه جنایتکارا، 3 سال تو جهنم بس نیست؟ دیگه خسته شدم. حالا که همشونو گرفتید میخوام برم سر خونه زندگیم. آروم باشین، استراحت کنید، فردا در موردش صحبت میکنیم. اگه تا امشب، فقط تا امشب عمویی خودشو نشون نده، اگه من از این خراب شده بیرون نبرید خودمو میکشم. بهتون گفته باشم. متاسفانه امکانش نیست آقای نبوی. توی درگیری هلیکوپترشون سقوط کرد و متاسفانه شهید شدن. هر دوشون. یادت باشه من جونتو نجات دادم. میخوام اینا رو به دست زن بچه‌م برسونی. منظورم اینه که آخرین بار همکارای شما برای ما پول آورده بودن. بهت گفته بودم میخوام عمویی رو ببینم، پیشبین رو ببینم. اینو گوش کن. به گزارش منابع سازمان سرگرد سادنون با دریافت مبالغ کلان رشوه موجبات فرار عین الف از قاچاقچیان با سابقه مواد مخدر را فراهم ساخته است. عین الف که قطعا به مجازات اعدام محکوم میشد در راه انتقال به زندان متواری شد و متعاقباً به یکی از کشورهای همسایه فرار کرد. شنیده ها حاکی است که سرگرد سادنون نیز به او پیوسته است. شایسته است مسئولان نسبت به دستگیری خیانتکاران اقدام کنند. چطور ما این خبر رو نشنیدیم؟ قرار نیست که ما همه چیز رو بشنویم. بله چشم. الان میام. من بایستی از منابع دیگه مطلع بشم که یکی از دستگیر شده ها صدرالدین نبویه؟ من خودم دیشب به یقین رسیدم جناب سرهنگ. همین الانم داشتم پرونده رو مطالعه میکردم تا گزارش کامل رو تقدیم کنم. البته اگه اجازه بدید گزارش نهایی رو بعد از بازجویی عزت اقبالی بنویسم. عزت اقبالی؟ اون دیگه کیه؟ همون که نبوی فراریش داد.
جزو دستگیر شده هست. خبرش مطلقا از این اتاق بیرون نمیره. چطور قربان؟ نکنه میخوای همه جا تو بوق بکنن که بین ما خائنم پیدا میشه؟ خب چه اشکالی داره؟ خب وقتی ما خودمون دستگیرش کردیم، وقتی محاکمش میکنیم مجازات میشه. چطور رسما سیاست گذاری این دم و دستگاه رو بسپارن به تو؟ قصد جسارت نداشتم قربان. به جای این خبرها بایستی بگن هر سال این دم و دستگاه چند تا شهید و مجروح میده. مردم نمیدونن ما اینجا چی کار داریم میکنیم سرگرد. خب بله البته، اما هر چیزی به جای خودش نیکوست. باز که برگشتی سر خونه اولت. نه قربان، اما وقتی بناس که همچین پرونده ای توی محاکمش اون همه حقوق جنجال لازم نیست هر محاکمه ای با حضور خبرنگار و رادیو تلویزیون برگزار بشه. اگه دست من بود همین امروز حکم اعدامش صادر میکردم، همین امروز هم اجراش میکردم، همین امروز. خلاص. بله قربان. باهات شوخی کردن سرگرد. داره، اما شوخیشون هم خیلی لوس و بی‌نمک بود، هم خیلی خیلی قدیمی. حالا چرا ناراحت شدی؟ تقصیر من چیه اینجا؟ به رفیقات میگی دیگه از این لوس بازی واسه من در نمیارن. رفیقای من؟ اونا با تو کاری ندارن. من خودم با تو طرفم. جدا؟ پس خوب گوشتو واکن. تو اگه خیلی شانس بیاری و اعدام نشی، یا تو همین زندان میپوسی یا بعد از نیم قرن میری بیرون. اون روز بعد از نیم قرن پشت همین در منتظرت وایسادم. شیرفهم شد؟ تهدیدم نکن سرگرد. هر کسی یه نقطه ضعفی داره. نقطه ضعف تو چیه؟ اعدام. خیلی صحنه بیریختیه. صحنه که آدم از اون بالا آویزون میکنن. میدونی نوابی هم اینو خوب فهمید که به هم کمک کرد. اما خودش که میگه هیچ ارتباطی با تو نداره. هر کسی تو زندان یه چیزی میگه دیگه. پس خوب حواستو جمع کن تو این روزای آخر عمرت، ببینی چی از دهنت در میاد. اگه منو اعدام کنن سرگرد، تمام اونایی که اسمشون تو این پرونده زنده نمیمونن. خواهیم دید. بله، خواهیم دید. سه سال یعنی اون قاچاقچیای بی همه کسه بی همه چیز. واقعا به این لحظه میارزید نبوی؟ من مأموریت محرمانه داشتم آقای پوربخش. پروندت مطالعه شده نبوی؟ اینجا ته خطه دیگه، هیچی نمیتونه کمکت بکنه، هیچی. نه اون رشوه‌هایی که گرفتی، نه پاسپورتای قلابیت، نه اون پولایی که میگن تو حسابای خارجیت داری، میفهمی؟ حتما حکم مأموریت من توی پروندم هست. سردارم اویو پیشبین منو به این مأموریت فرستادن. هیچی نیست نبوی.
دیگه دروغم نمیتونه کمکت بکنه. اگه عموی و پیشبین زنده بودن حال و روز من این نبود. پس به همین خاطر که الان زنده نیستن داری بهشون دروغ میبندی یا؟ وقتی تو هیچی نمیفهمی من چی رو میتونم ثابت کنم؟ باش من نمیفهمم یا تو به اون رفقای قاچاقچیت که همه بچه های این مملکت رو میخوایی نالوده کنین ها؟ من میگم پوربخش فهمیدی؟ تو هر کی که میخوای باش حق نداری روی من دست بلند کنی. بشین درست بشین بعدم برام حرف بزن. خیلی خوب میخوای بدونی نه؟ قرار جلسه قشمو من به عمویی گفتم. اصلا من طوری جلسه رو ترتیب دادم که همه توی قشم جمع بشن. به جای دروغ سرم کردم بشین اعترافاتتو تنظیم بکن. دیگه طاقت ندارم. دیگه تحمل ظلم و بی‌عدالتی رو ندارم. من بیگناهم. من زندگیمو ول کردم رفتم به مأموریتی که شما توی دامن من گذاشتین. خیلی پررویی. جناب سرهنگ دستور دادن کسی تو نیان. متهم تحویل منه مرد حسابی. برو کنار. سرگرد کی به تو اجازه داد بیای تو؟ افسر تحقیق این پرونده منم جناب سرهنگ. بعد از قاضی من تشخیص میدم کی میتونه متهم رو ببینه کی نمیتونه. تو نمیتونی از پس این بر بیای. این خائن مار خورده و عفی شده. تو اون موقع که من وسط جنایتکارا بدبختیم بکشیدم تو تشکیلاتشون رو شناسایی کنم کجا بودی؟ جناب سرهنگ این آدم جراحی شده. من نمیذارم تو مایه ننگ این لباس باشی. فهمیدی؟ خوب تو گوشت کن. حالت خوبه؟ من به دکتر میگم بیاد. چطوره؟ خیلی افسرده است. دکترها گفتم باید عمل قلب باز انجام بده. عجب. هنوز بهش نگفتم بابام کجاست. پس بهش چی گفتین؟ گفتم با یه واسطه گردنبندو فرستاده که بدونیم حالش خوبه. دروغ گفتن که مشکلی رو حل نمیکنه. نمیدونم. گفتم عمل که کرد یواش یواش بهش میگم. هر جور صلاحتونه. کی میتونم بابا رو ببینم؟ فعلا ممنوع الملاقاته. تا کی؟ تا وقتی قاضی تشخیص بده. زنگ زدم برای عرض ادب. ایشالله که خوبی. خانم والده و جناب عبوی چطورن؟ البته نگران نباشی. دوستا مواظبشون
هستن و هواشونو دارن، همونجوری که هوای شما رو دارن. در ضمن اگه کاری داشتی که به من نیاز بود، دوستان در خدمتتون هستن و الان دم در وایسادن. کاری داشتی میتونین صداشون کنین. مواظب خودتون باشی. امید دیدار. فرمایید. سلام قربان. جناب سرنگ فرمودن اگه کاری دارید با قائم مقامشون صحبت کنید. قائم مقام؟ آقای نعمتی. درجهشون چیه؟ نظامی نیستن. بله بله چشم. بسیار خداحافظ. بعد از برخورد دیروز جناب سرهنگ از دستتون خیلی ناراحت. به جناب سرهنگ عرض کرده بودم بهتر از این باید برم. تجربه قبلی نشون دادن ما با هم نمیتونیم کار کنیم. شما که نمیتونی به جای مقام موافقتون تصمیم بگیری. ایشون وقتی به مقام مادونشون مسئولیتی میدن باید حیطه اختیاراتش هم به رسمیت بشناسن. میخواستید با جناب سرهنگ درباره همین مسائل صحبت کنید؟ نه خیر. اول در مورد نبوی. من حدس میزنم ایشون در مورد مأموریتشون راست میگن. اومده بودم برای تحقیقات وسیع‌تر از جناب سرهنگ کسب اجازه کنم. دوم، تا به حال 2 بار تهدید به مرگ شدم. دیشبم بهم سوء قصد شد. تهدید و سوء قصد تو کار ما طبیعیه. برای همین هم شما اجازه حمل اسلحه دارید. البته وظیفه ماست که این قضیه رو پیگیری کنیم. گزارش کتبیتون رو بنویسید. بهتون قول میدم شخصا پیگیری کنم. بله. ما دوست نداریم از سر مأمور لایقی مثل شما یه مو هم کم شه. ممنون. در مورد سرهنگم ناراحت نباشید. عصبانیتش فروکش میکنه. قول میدم درباره شما باهاش صحبت کنم. آدمی مثل شما کم پیدا میشه. یه کسی میخواد منو دفن کنه. من یقین دارم شاید همین پوربخش. وگرنه چرا نباید حکم مأموریتم توی پروندم باشه؟ برای چی باید بخوان دفنت کنن؟ باند اقبالی توی ستادم یه نفوذی داره. فقط همین یه اسمو نتونستم بفهمم. از کجا معلوم راست بگی؟ مأموریت 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه، نه 3 سال. اقبالی میگفت حسابات پر پوله. عرض طول شبکه ایجاب میکرد. اگه این 3 سال کار نبود نمیتونستم به این راحتی بکشونمشون اونجا توی قشم، تو تله عملیات مانگرو. تو اسم عملیات از کجا میدونی؟ خودم به عمویی پیشنهاد دادم. با عمویی تماس داشتی؟ تا 1 ساعت قبل از عملیات.
اوایل یه رابط داشتیم، کسی که هیچ وقت نتونستم ببینمش. خبرها رو کتبی بهش میدادم. 3-4 ماه بود که تماسمون تلفنی شده، هم با سردار هم با رابط. شماره سردار چند بود؟ 91 65. 4 شماره؟ تلفن رابط چی؟ نمیدونم، یادم نیست. فکر کنم یه تلفن ماهواره‌ای بود. داده بودمش به حافظه گوشیم. چی شدی مأموریت رو قبول کردی؟ بالاخره هر کاری رو باید یکی قبول کنه. می‌خواستی قهرمان شی؟ قهرمان؟ این کار ما مثل جنگه. اون موقع که میرفتیم جنگ کسی به فکر قهرمان شدن نبود، همه فکر دفاع بودیم. اگه من نرفته بودم الان یه کسی دیگه اینجا نشسته بود، تو همین سوال ازش میکردی. چرا تو؟ چطور توشون نفوذ کردی؟ اقبالی میخواست منو بخره، منم به فرماندم گزارش دادم. فرماندم گفت خودتو بفروش، برو توشون. به همین سادگی؟ نه، گفتنش ساده است. وقتی نتونی مأموریت تو به خانواده‌ات، به زنت، به بچت بگی، وقتی قرار انگ خائن بخوره رو پیشونیت، انقدر هم ساده نیست. تو خودت اگه قرار باشه به زنت نگی کجا میخوای بری، چه حالی میشی؟ من زن ندارم. بهت نمیاد. داشتم. متاسفم. هر کی زخمای خودشو داره. راستی یه چیزی میخواستم ازت بپرسم که نشد. امانتی منو دادی؟ خب هنوز منتظرتن. خوبه؟ آره خوبه. شما اینجا چیکار میکنی؟ چیزی شده؟ دکترها میخوان مامانم مرخص کنن. خب این که خبر بدی نیست. اگه مامانم بیاد بیرون از قضیه بابام بوی ببره، سکته دومش حتمیه. خب
خب آخه تا ابدم که نمیشه تو بیمارستان نگهشون داشت. دکترها براش وقت عمل گذاشتن. اگه بشه یه آشنایی پیدا کرد که چند روز تو بیمارستان نگهش داشت. وقت عملش کیه؟ 10 روز دیگه. ببینم چی کار میشه کرد. یه چیز دیگه هم میخواستم خدمتتون بگم. خواهش میکنم. کی میتونم ببینمش؟ باید با قاضی صحبت کنم. نمیدونم بشه یا نه. ممنون. خواهش میکنم. از هم جدا شدن. مرسی. پرینت تلفن 4 شماره‌ای مال کی تا کیه؟ از روز اول تا تقریبا هفته آخر. ببینم. این شماره چیه؟ 2033 کد کجاست؟ 2033 که کد فرانسه است. اینم کد روسیه است. 2 شماره آخرم که ماهواره‌ای بود اصلا ما نتونستیم ردشو بزنیم. یعنی فقط با همین 4 تا شماره تماس داشتن؟ علی جون اگه بیشتر بود که من تقدیم می‌کردم دیگه. من فردا باید برم ببین. تو هم 2 تا کار اگه بکنی خیلی خوبه. چه کار؟ اول ببین گوشی سردار کجاست. شاید با هم پیام کوتاه رد و بدل کرده باشن. من تحقیق کردم قربان. تحقیق کردی؟ بله. خب متاسفانه تو سقوط از بین رفته. دوم روزی که پرونده نووی رو از کارگزینی گرفتم یادته؟ آره. بعد که رفتم پیش پوربخش از قضیه نووی خبر داشت. نباید خبر میداشت؟ از کجا؟ نووی رو ما شناسایی کردیم. یعنی که ما یعنی فردا باید بری کارگزینی تحقیق کنی ببینی قبل از من کسی پرونده نووی را تحویل گرفته یا نه. تو به پوربخش شک داری؟ اگه واقعا مأموریتی در کار بوده باشه یه نفر باید سوابق رو از توی پرونده نووی کشیده باشه بیرون. جناب سرگرد؟ بله. متهم شما رو بردن بند. بند؟ بله قربان. کی دستورش رو داد؟ قاضی پرونده. من دیروز با قاضی صحبت کردم، همچین نظری نداشت. من در جریان نیستم. الو جناب دانشور، سلام. من سرگرد فروزش هستم. حال شما خوبه؟ بله آقای فروزش. من آمدم بهداری. بله متاسفانه قاضی پرونده عوض شده و فعلا منم مسئولیتی ندارم تا ببینم خداوند چی میخواد. بله منم رو پرونده برداشتم. میخواستم یه فرصت بهت بدم. خیلی تعلل کردی سرگرد. ظرف یه هفته گذشته حتی یک برگ بازجویی قابل قبول نداشتی. یعنی یه بی‌انصافی قربان. شما خودتون مگه نمیخواستی از اینجا بری؟
حالا راحت تر. اما من تازه داشتم به سرنخهای درست و حسابی میرسیدم. بله. چه سرنخی درست حسابی تر از دختر نبوی؟ شما برای من مأمور گذاشتین؟ من واسه همه مأمور میذارم. همه مستعد لغزشن. مگه نبوی نلغزید؟ تو چرا نلغزی؟ من همین امروز تقاضای انتقالمو مینویسم. احتیاجی نیست. پرونده تو گذاشتم در اختیار کارگزینی. تغییر کردم. پرونده نبوی رو قبل از تو دفتر پوربخش درخواست کرده بود. سلام جناب. این وسایل سعدالدین نبوی رو یه دقیقه بیار. جناب سرگرد، نامه قاضی خدمتتون هست؟ چیزی نمیبرم. بفرمایید. امضا بفرمایید. من امضا نمی کنم. امضا بکنید یا نکنید من وکیل تسهیلی شما هستم. من هیچ کاری نکردم که بخوان محاکمه‌ام کنن. نتیجه تحقیقات ادعای شما را نقض میکنه. به عنوان وکیل توصیه‌ام به شما همکاریه. انشالله اینجوری بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. من نمیدونم این چه توطئه کثیفیه که علیه من ترتیب دادن. با این روحیه شما در دادگاه هیچ نتیجه نمیگیرید. من تو هیچ دادگاهی شرکت نمی کنم. فردا میتونید این ادعاتون هم تو دادگاه مطرح کنید. فردا؟ بله. اگه قرار فردا منو به زور ببرید دادگاه، من خودم از خودم دفاع میکنم. هیچ احتیاجی به شما ندارم. هر جور میلتونه. تو چرا متوجه نیستی؟ اینا دستی دارن یه آدم زنده رو میفرستن پای دار. خب مگه تو نمیگین آقا بیگناه؟ خوب تو دادگاه بیگناهی ثابت میشه. با این پرونده سازی‌ها ببینم این پرینتیه که خودت گرفتی دیگه، نه؟ پرینت تماس شماره نبوی. بله. این شماره مال تلفنیه که الان توی اوین ضبطه، تلفن نبوی. لااقل 40 تا تماس داشته با شماره سردار. آخریش 1 ساعت قبل از عملیات. خب حالا چرا تو فکر میکنه که اینا میتونن این واقعیت رو پنهانش کنن؟ نمیتونن؟ نمیخوام؟ چه بهتر. علی حرف حساب چیه؟ منو از روی پرونده برداشتن، تو رو که ازلت نکردن. خب یه گزارش بنویس
بفرست برای پوربخش. یه رونوشتم میاری برای قاضی دانشور. پرینت هم ضمیمش کن. تلفنم که توی اوین ضبطه. تموم شد. جناب سرگرد، پرونده مختومه شده. یارو رو دارن میبرن دادگاه. تلفن چی رو؟ دادگاه؟ بله. کدوم شعبه؟ کجا؟ نمیدونم. فقط میدونم داداش غیر علنی برگزار میشه. چه کار کنیم؟ صبر میکنیم جذب شه. همین. جذب؟ جنگل مانگرو رو یادته توی قشم؟ مردیا بهش میگن هرا. خب وقتی که مده آب بالاست هیچ چی دیده نمیشه. یه جنگل روی آب. جذب که شد آب میاد پایین. وقت ساقه ها و ریشه ها قابل تشخیصن. به به چه گلای قشنگی. فقط با عرض معذرت من بعد این گلا رو ببرم بیرون. فرخنده. نه ناراحت نمیشن جناب سرگرد. فقط یادشون رفته که برای بیمار قلبی نباید گل بیارن. آخ من اصلا حواسم نبود، ببخشید. با اجازتون. منو خجالت دادی. فرخنده گفت اگه شما نبودین معلوم نبود چه به سر من می اومد. نفرمایین. من وظیفه‌مو انجام دادم. شما نمیدونین تو این 3 سال چه بر ما گذشته. اما برای من مثل روز روشنه که برای صدری پاپوش دوختن. آدم شریک زندگیشو بهتر از هر کسی میشناسه. البته بله. فرخنده گفت شما خودتون صدری رو ندیدین. من نه خیر نه. البته ایشالا به زودی بیگناهی ثابت میشه و میاد بیرون. خدا کنه. ببخشید به من گفتن چند دقیقه بیشتر از وقت ملاقات نمونده. دیگه باید مرخص شم با عزتون. میترسم از زیر عمل بیرون نیام و دیگه نبینمش. مامان مگه قرار نشد دیگه از این حرفا نزنی؟ ایشالا عملتون به خوبی انجام میشه. چه خواست خداست. کیه؟ جناب سرگرد فروزش. بفرمایید. خودم هستم. حکم بازداشتتون جناب سرنگ صادر کرده. بازداشت برای چی؟ لطفاً بیایید بعداً توضیح میدیم. شال گله که نکردی؟ آخ شالمو یادم رفت. یاد اصلا من اگه اجازه بدم شالمو هم بده. چکون نکن. بندازش بشین. بنداز کن. بده من. چکون نکن. بشین. بده من. چکون نکن. بودش من دستی. بشین. بندازش گفتم بندازش.
بشو. این کلیت اینجا، اتاقت همین بالاست. کاری هم داشتیم به خودم بگو، هیچ که مزاحمتون نمیشه. از شما درد نکن. خداحافظ. الو حسن. علیم چطوری؟ ببین همین الان باید ببینمت. آره همین الان. حسن علی معلوم تو داری چه کار میکنی؟ تو پاک زده به سرت؟ همون دیروز گندش در اومد. پا شدی رفتی تو زندان موبایل نبوی رو چک کردی، اونم موقع که پرونده رو ازت گرفتن. خوبه، حداقل فایدهش اینه که دیگه موبایل رو نمیتونن سربنیز کنن. علی جان این اسمش تمرده. اصلا تو واسه چی کاسی داغ‌تر از آش شدی؟ بالاخره این کار گردن یکی هست یا نه؟ میخوای خودت تمومش کن. من 100 سال سیام چه کاری نمیکنم. حسن توی اداره یه باند فساد هست، متوجهی؟ اینو باید به بالادستی‌ها ثابت کرد. مدرک داری؟ شما مدرک داری؟ فکر کردی برای چی باید قرار گذاشتم؟ علی اصلا رو من حساب نکن. پسره بود، ببین ناراحت. خب باید برام پیداش کنی. علی اصلا رو من حساب نکن. یه سیم کارت میخوام برام جعل کنه، همین. بس چی؟ یه سیم کارت 4 شماره‌ای رو باید برام کپی کنه. میخوای به موبایل رابط سردار زنگ بزن. امروز سیم کارت رو میخوام. همین امروز. متهم خودشو معرفی کنه. من متهم نیستم جناب آقای قاضی. لطفاً از این لفظ استفاده نکنید. شما فعلا متهم هستید. ممکنه دادگاه حکم براءت صادر کنه. در اون صورت اتهام بلا موضوع خواهد بود. اما تا اتهامات بررسی نشه شما متهم هستید. لطفاً بلند شید و خودتون رو معرفی کنید. من سرگرد صدرالدین نبوی هستم. فرزنده؟ رضا 55 ساله. شما کیفر خاص آقای دادستان رو شنیدید و اتهامات به شما تفهیم شد. از آنجا که شما نظامی هستید به طور خاص در این دادگاه محاکمه میشید. لطفاً دفاعیات خودتون رو بیان کنید. آقای دادستان فرمودن من به جرم خیانت به لباس مقدس نیروی انتظامی، به جرم دریافت رشوه، به جرم فراری دادن عزت اقبالی، تشکیل باند توزیع و تولید مواد مخدر و پولشویی باید به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم بشم. ولی مستندات خودشون رو در این رابطه ارائه نکردن. کیفر خاص مستند به اعترافات همدستان شماست.
شما اقاریر همدستان سوری بنده رو میپذیرین ولی انکار سریع بنده رو قبول نمیکنین؟ اگر مستند باشد چرا؟ جناب قاضی، اگر اجازه بفرمایید بنده چارچوب اصول دفاعی آقای صدرالدین نبوی رو به عنوان وکیل تسخیری ایشون به عرض دادگاه میرسونم. نیازی نیست آقا. من هیچ احتیاجی به وکیل ندارم. اگه دادگاه مستندات میخواد بسم الله. من مفتخرم که 20 اندی سال با شرافت به این لباس مقدس خدمت کردم، چه در دوران دفاع مقدس چه بعد از اون. اگه مستندات میخواید بفرمایید. هنوز جای زخم گلوله قاچاقچی روی بدنم دیده میشه. اگه مستندات بیشتر میخواید چرا به بایگانی اداره مراجعه نمیکنید؟ سردار عمویی و سردار پیشبین که منو به این مأموریت فرستادن شهید شدن، اما مدارک و اسناد محرمانی سازمان اونا که شهید نشدن. بنده بابت 3 سال زندگی توی جهنم، 3 سال دوری از خانواده، بابت تحمل ننگ و بی‌آبرویی، بابت به دام انداختن مخوفترین باند مواد مخدر در طول این 2 دهه گذشته از شما مدال نمیخوام، اما مستحق تناب دارم نیستم. در مدارک سازمانی هیچ حکم و ابلاغی دایر بر تصویب مأموریت شما برای نفوذ در باند عزت اقبالی وجود نداره آقای نبوی. پس رابطه بنده با سردار عمویی رو به عنوان شهادت به دادگاه احضار کنید. نام نشان این رابط در بازجویی‌های شخص شما ذکر نشده. برای من رابط بود، ولی برای سازمان حتما نام نشون داشت. از ایشون هم در اسناد سازمانی ذکری به عمل نیامده. بنابراین جناب عالی باید با اعلام نقصی تحقیقات پرونده رو برای تکمیل به بازپرس احاله کنید. لازم نیست شما به بنده درس قضا بدید آقا. دفاعیتتون رو کامل کنید. تا موقعی که رابط بنده رو شناسایی و احضار نکنید من نه از خودم دفاع میکنم نه به سوالات شما جواب میدم. الان دیدم داره. مستقیم بیا. دایی درست میاد. بیا. پلی که رد کردی سمت چپت 100 متر جلوتر 2 تا کامیون ایستادن. آره داری درست میاد. کنارشون پارک کن بیا پایین. من روبرو توی تاکسی نشستم. سلی جلی سردار، چه عجب یاد فقیر فقرا کردی؟ الو آقا، من سرگرد علی فروزش هستم، پرسنل تحت امر سردار. الو 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 آقا 2 دقیقه قطع نکنید. به حرفام گوش بدید، اگر خواستید بعد قطع کنید. 30 ثانیه‌اش گذشت، بگو. ببینید من نمیدونم شما کی هستین یا کجای دنیا هستین، اما هر جا هستید اخبار انگار بهتون نمیرسه. سردار پیشبین و سردار عمویی هلیکوپترشون سقوط کرده، کشته شدن. نبوی دستگیر شده، دارن محاکمش میکنن. چون به جز سردار پیشبین و سردار عمویی کسی توی جریان مأموریتش نبوده، حتی ممکنه اعدام بشه. همه اسناد مأموریتش رو از بین بردن. ببینید الان تنها کسی که میتونه کمکش کنه شمایید. من نمیدونم چه جوری، ولی اگه میتونید بیگناهیش رو ثابت کنید این کارو بکنین. خواهش میکنه، فقط از دست شما برمیاد. الو الو در مورد پدر هم من با رئیس قوه صحبت میکنم تا ببینم ایشون چه دستوری میدن. خیلی ممنون حاج آقا، شما نسبت به ما خیلی لطف دارین. اجالتا از این فرصتی که
بعد از حکم دادگاه پیدا شده استفاده کن دخترم. یک سری به پدرت بزن. باشه حتما. فقط یه سوال دیگم خدمتتون داشتم. بگو دخترم. میخواستم بپرسم حکم عزت اقبالی چی شد؟ حکم اعدام داد. الو شمایی؟ جناب عالی، آقای فروزش هستین؟ میتونی منو ناصر صدا کنی؟ یا هر اسم دیگه‌ای که دلت میخواست. همون ناصر خوبه. من تایید قضیه عمویید و پوشمی رو گرفتم. بله، ضربه بدی بود. بدتر از اونی که فکرشو بکن. برای نبوی چی کار میتونی بکنی؟ اگه مدارکو از بین بردن، رمز منو که از بین نبردن. کجاست؟ کامپیوترش باید باشه. رمزش هم پیش بچهای وزارت هست. ببین من نمیدونم کامپیوتر سردار الان کجاست که چه بلایی سرش اومده، اما فرض کن نابود شده. من که نمردم. حالا شد. فکر میکردم پیرتر شدی. نشدم؟ نه اصلا. میای بیرون؟ مگه نه؟ آره بابا میام. الانم بیرونم. با تو، با چشمای تو بیرونو میبینم. به شکوفه ها، به بارون، به بهار سلام منو برسون بابا. شما ایشون رو تحویل من بدید، بقیهش با من. در ضمن گفته بودم خودتون رو تحویل بدید. سرگرد چی شد؟ آقای برقعی رو که تحویل بدیم خودم رو معرفی میکنم. بله حالا شما بفرمایید کجا خدمتتون برسیم. بله بله بسیار خوب. تا نیم ساعت دیگه اونجایی. خداحافظ. ببینم این همون قاضی است که از اول رو این پرونده کار میکرد؟ بله. حالا باز ببینیم اصلا این پرونده رو دوباره بهش میدن یا نه. آدم خوبیه. تکون نخور، تکون نخور، تکون نخور. دستو بذار رو سرت، دستتو بذار رو سرت. یواش بلند شو، آهسته بلند شو.
الو. چی شد سرگرد؟ تموم شد آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم پس از استماع آخرین دفاعیات متهم به موجب دادنامه صادره با استناد به قانون مجازات اسلامی آقای صدرالدین نبوی فرزند رضا را به انفصال دائم از خدمت در نیروهای مسلح محکوم می کند. همچنین در ارتباط با جرائم ارتکابی نامبرده به اعدام محکوم می گردد. الو حسن، علیم، چیزی نیست، نگران نباش. ببین یه شماره بهت میدم یادداشت کن. تماس میگیری به قاضی دانشور، حکم ازش میگیری، رد این شماره رو میزنی، آدرسش هم پیدا میکنی، زنگ میزنی به من، آدرس رو میدی، سریع خودتون رو میرسونی. زنگ بزن مامورس بیاد.
یه فیلم نشون رسیدی. دستگاه روشن کن. الو. علی کل اطلاعات نبوی اینجاست. بکاپ بگیر ازش. بیا دارم خبر بده. بکی به پوربخش؟ نه زنگ بزن به نعمتی، یه رو بعدش به پوربخش خبر بده. نعمتی دیگه چرا؟ نه نیروام تو ران. زخمی شدی، خون زیادی ازت رفته. بذار کمکت کنم. همونجا وایستا. اولش مطمئنم کار پوربخش. میدونه کجا باید چک کردم. اون روز که بهم گفتی حق تماس گرفتانه با پوربخشو ندارم. یالا را بیافت. آهسته. یالا. تو خون زیادی ازت رفته. متوجه نیستی داری چی کار میکنی؟ اتفاقا هیچ وقت من از الان از کارم مطمئن نبودم. یه افسر اخراجی زخمی بدبخت بهتره یا یه آدم سالم پولدار؟ وایسا. از این حرفا زیاد شنیدم. ولی این دفعه دیگه آخر خط. آره آخر خط. وقتی بهت میگفتم آدمایی مثل تو ارزش زیادی دارن دروغ نمیگفتم، ولی تو ارزش خودتو ندونستی. حیف شدی جناب سرکارد. صبر کن. اسلحه رو بده من. بده من اسلحه رو. برو کنار. برو عقب. دست رو بذار رو سرت.
قربان این کلیه اطلاعات نبوی، عملیات مانگرو و خیلی چیزای دیگه. تو خجالت نکشیدی؟ ها؟ تو خجالت نکشیدی؟ ها؟ ببرینش. علی؟ ها؟ البته. حاج آقا اینا مدارک مورد نیازه، هرچه زودتر باید اقدام بشه. البته به امید حق. چرا واسطی؟ زودتر یا آمبولانس بگو بیاد. خوش آمدی. به خاطر همه چی ازت ممنونم. حرفشو نزن.